قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. عزیزایم، این دین با این عظمت و بزرگیش که دین کامل، دین شامل، دین ابدی و الهی است. گسترش دین، حاکمیت دین، دعوت به دین بدون اخلاق ناممکن است. از همین جهت است که ما می‌بینیم که یکی صورت انسان است که همان خلقتش است که او تعلق میگیره به پیکر مادی شخص و زیباییش را همان حسن صورتش، حسن لباسش و نمایش مگذارد. یکی هم زیبایی معنوی و باطنی یک شخص است که تعبیر کننده از او اعمالش است، رفتارش است و چگونگی انتخابش است. بناهن اخلاق جایگاه بس بلندی دارد که در حقیقت وسیله می شود به قرب خداوند متعال، به قرب به سوی مخلوق خداوند متعال. حالا اگر خواسته باشیم که ما به این دین عمل بکنیم، به این دین مردم را فرا بخوانیم، از این دین دفاع بکنیم، فرد ما شما مکلفیت دارد که ارزش‌های اخلاقی را نادیده نگیرد و به او پابند بوده باشد تا بتانیم ارزش‌های دین خود را در جامعه تمثیل بکنیم. عزیزا، علت ارسال رسول همانا تقویم اخلاق و نشر فضائل اخلاقی در جامعه است. امام مالک در موطا و امام احمد در مسند خود از رسول گرامی ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که آن حضرت فرمود: انما بعثت معلما و انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جز نیست که ما مبعوث شدیم به حیث معلم. و معلم کیست؟ معلم شخصی هدفمندی است که به القاء معلومات هم مادی و هم معنوی تغییر مثبت را در افراد ایجاد می کند. پیغمبر علیه السلام معلم است. به اساس القاءات نیکویی از فرامین الهی تغییر مثبت را در جامعه ایجاد کرد. مردی که دیروز به سنگ و چوب عبادت میکرد وادارش کرد که پروردگار خود را عبادت بکند. مردی که دیروز زنا و فحاشی میکرد امروز متعهد شد
با وفا و با اخلاق نیکو. رابطیش را با خودش تنظیم کرد و صفات نیکو را برایش معرفی داشت. بناهن معلم وقتی که شخص هدفمند است، در حقیقت مسلمان شخص هدفمند است. انسانی که هدف داشت جایگاهش بالا می رود، معیارش بالا می رود و شخصیتش بالا می رود. شخصیت یک مسلمان تبارز می کند و معرفی گرفته می شود توسط اعمالش که در حقیقت نمایندگی می کند از صورت باطنیش. و رسول ما می فرماید و انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جز این نیست که من مبعوث شدیم تا ارزش های اخلاقی را به قله بلندش برسانم. من مبعوث به این شدم که همه انبیا علیهم السلام تا جایی که آمدن ارزش های اخلاقی را به نمایش گذاشتند، به معرفی گذاشتند، آن را به جامعه گذاشتند که مردم به او عمل بکنه. ولی قله بلند اخلاق را رسول ما صلی الله علیه و سلم تمثیل میکند و مسلمان به این عبارت است که فضائل را در باب اخلاقیات رسول ما علیه السلام به ما معرفی میکند که حسن خلق فضیلت است که نسبت به هر عمل دیگری در روز قیامت جایگاه بلند خود را دارد. امام ابو داود در سنن از حضرت ابی درداء رضی الله عنه و ارضا روایت میکند که رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود ما من شیء اثقل فی المیزان، هیچ چیزی به اندازه اخلاق نیکو در ترازوی میزان گرانگی ندارد. پس اعمال متفاوت است، روزه، زکات، حج، جهاد و غیره، ولی آنچه که بی نهایت گرانگ است در ترازوی میزان همان اخلاق نیکوست. مؤمنان در روز قیامت حسب اعمال و کردارشان به درجات مختلف نزد خداوند متعال جایگاه پیدا می کند. یکی از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مبارک عمیر رضی الله عنه است و می فرماید قلت یا رسول الله و ای المؤمنین افضلهم ایمانا، ما از رسول الله پرسان کردم که در مسلمانان کدامش جایگاه بلند دارد از نظر ایمانی؟ پیغمبر فرمود احسنهم خلقا، او مؤمنی که اخلاق نیکو دارد. نزدیکی به رسول ما صلی الله علیه و سلم در روز قیامت متفاوت است، ولی آن کسی که بی نهایت زیاد نزدیک است به حسب حدیثی که امام ترمذی در کتاب بر الصله از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه و ارضا روایت می کند، می فرماید که ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه، و کسی که بسیار به من محبوب است از شما، دوستش دارم و نزدیک است از حیث مجالست برای ما در روز قیامت، انسان است که نیکوست اخلاق از او. پس اگر خواسته باشیم به رسول ما صلی الله علیه و سلم نزدیکی بگیریم، باز هم میبینیم که به اخلاق خود باید متوجه بوده باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بس نیکوترین اخلاق متصف بود، ولی با آن هم از پروردگارش زیادت در امور اخلاقی میخواهد. میبینیم که در دعایی که امام ابن حبان در صحیح خود در باب ادعیه از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و ارضا روایت میکند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اللهم حسنت خلقی فحسن خلقی، پروردگار طوری که ظاهر مرا آراسته کردی و زیبا آفریدی، پروردگار اخلاق نیکو را هم نصیب ما بگردان. امام ترمذی از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و ارضا روایت میکنه انگامی که رسول ما صلی الله علیه و سلم با آینه ایستاده میشد و صورت خود را تنظیم میکرد، بعد میفرمود وهدینی لاحسن الاخلاق، پروردگارا مرا به نیکوترین از اخلاق رهنمایی بفرما، لا یهدی لاحسنها الا انت، رهنمایی نمی کند به نیکوترین از اخلاق مگر تو ای پروردگارا، واصرف عنی سیئها، پروردگارا اخلاق بد را و زشتی اخلاق را از وجودم دور بگردان،
و انه لا یصرف عنی سیئها الا انت، زیرا بدی از اخلاق از ما دور نمی شود مگر ای که تو توفیق عنایت بکنی. خداوند متعال پیغمبرش را به صفت حسن و خلق مورد ستایش قرار می دهد و او را به ما معرفی می کند که و انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو بلندی از سیمای اخلاقی قرار داری و آن عظمتی که تو داری همان ارزش‌های اخلاقی است. یکی هم تعمیم اخلاق در اهداف در وسائل است، یعنی مسلمان هم در هدفش باید اخلاق نیکو داشته باشد، هم در رفتن به سوی هدفش باید دارای اخلاق نیکو بوده باشد. ما نمیتونیم که یک حکومت اسلامی را، یک جامعه اسلامی را، یک جامعه متخلق به اخلاق نیکو را داشته باشیم در حالی که ما وسایل غلطی را یا وسایل شومی را او را انتخاب برفتن به سوی وسایل تعیین بکنیم، به اهداف تعیین بکنیم. پروردگار ما در سوره مبارکه اسراء آیه 53 دستور می دهد و قل لعبادی یقول التي هی احسن، ای پیغمبر به بندگانم دستور بده، به بندگانم دستور بده که همیشه سخن نیکو را بگوید، همیشه سخن نیکو را بگوید. پس این سخن نیکو را هرگاه می گفتی با خدایت هم نیکو بگو، با همسرت هم نیکو بگو، با همسایت هم نیکو بگو، در جامعه هم نیکو بگو، همیشه با هر کس نیکو صحبت بکو و نیکو چیز را از زبانت بیرون بکش. پس وقتی که نیکو مراد است، پس همه وسایل ما هم باید نیکو باشد. تلویزیون باید نیکو سخن بگوید، رادیو نیکو سخن بگوید، در موتر که میشینی نیکو چیز را بر مردم بشنو، امرای مسلمان که میشی نیکو مذاکره بکو. این مسئولیت دینی ما و شماست. در سوره مبارکه نحل آیه 90 میخوانیم، الله میفرماید ان الله یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پروردگار برشان ان الله خالق کائنات، ان الله معبود بالحق، ان الله حاجت روای مخلوق، ان الله ذاتی که عقلها او را محدود کرده نمیتونه، اون ذاتی که خالق و مالک و معبود و متصرف و حاجت روای شما هست برای شما دستور میدهد. چی دستور میدهد؟ یأمرکم، امر میکند شما را بالعدل و انصاف، عدل را داشته باش، والاحسان، نیکی بکو. نیکی چی را میگوید؟ که بدون از اینکه کسی چیزی را طلب بکنه تو مشکلش حل بکنی، از سیمایش بفهمی در حل مشکلش اقدام بکنی. و ایتاء ذی القربى، دستور میدهد با خویشاوندایتان نیکی بکنین. و ینهی عن الفحشاء والمنکر، و باز میدارد ما را از آنچه که فحشا است، قبیح است در عمل، زشت است در عمل و بد است در نزد انظار. و البغی، بازتان میدارد، امرتان میکند که خود را نگاه بکن از تجاوز بر دیگران. یعظکم لعلکم تذکرون، الله پند میدهد شما را تا پندپذیر شوید. امام ترمذی در کتاب بر روایت میکنه از حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه و ارضاه که پیغمبر علیه السلام برش دستور میداد. این دستوری عجیب است. حضرت ابوذر غفاری پنجمین نفر است که ایمان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است. پیش از این 4 نفر مسلمان بود و مبارک خودش میفرماید که ما عادت داشتیم، رواج داشتیم که در شب 14 همین نظرهای خود را به اصلاح جمع می کردیم، این را پیش بتای خود می بردیم و این نظرها را در پیش بت می ماندیم، خود ما در ورای از این نظور خواب می کردیم. انگامی که شب 14 می تابید و این تابش ازی با این باور داشتیم که برکات از این خدای ما یا از این بت ما هم به این نظرهای ما پایین میشه، این برکتی می شود و همین رقم دیدگاه از این بت به ما بسیار زیبا تابان پیدا می کند و ما هم برکتی میشه، مرضای ما دور می شود. گفت که لگی خواب کردیم، ما به طرف از این بت دیدیم که نانا پیش رویش است، هیچ نمی خورد، رق رق به ما یک رقم سعی می کند، در فکر ما اصلا مثل که نیست. گفت تشویش ما بیشتر شد، رفتم و یک لقمه نان از زمین نانا گرفتم،
در دهن از این خدا دادم، دیدم که ایره نخورد. وقتی که نخورد تشویشم گرفت که این خوالا نان نمیخورد و از خودم دفاع نکرد، دهنش هم چرب شد. گفت پس از ترس ازی که مرا کسی لط نکنه آمدم در جای خود را انداختم. تشویشم بیشتر شد که امی میتونه ذلت بته، امی میتونه عزت بته، امی یک سنگی که هیچ کاری از دستش پورا نیست، این میشه و خدا شود و مشکل مرا حل بکند. گفت تشویشم بیشتر شد، باز خستم رفتم نزدیکش. گفت سنگ گرفتم به فرق زدم، دیدم تاق برآمد و این باد از خود دفاع نکرد. امو لحظه گفتم که تو خدا نیستی، از این مردم احمق شدند و به طرف تو می آید. آوازه شنیدم که مرد در مکه مکرمه مبعوث شده. بعد تشویش بیشتر میشه، برادرش رای میکنه تا که او برش جواب بدهد که کسی امیر رقم کلمه را به مردم تعلیم میدهد و او میاد که بله برادرم، یک مردی است به نام محمد و مردم را به امی کلمه لا اله الا الله دعوت میکند. تشویشم بیشتر شد، خودم رفتم. یک روز، دو روز، 3 روز، در سوم روز حضرت علی کرم الله وجهه راهنماییش میکنه و در دارالارقم بن ابی الارقم با رسول الله صلی الله علیه و سلم هم صحبت می شود و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان میارد. بعد از او به پیغمبر علیه السلام گفت که یا رسول الله 3 روز این مردم تو را از ما دور نگاه کردند، 3 روز در مشتاقت بودم ولی نتوانستم تو را ببینم. قسم به خداست امی کلمه را در مابین مکه مکرمه، در مابین مسجد حرام برای مردم اعلام میکنم. رسول ما علیه السلام برش گفت که این کار نکو ابوذر که ما دفاع از تو کرده نمیتونم، ولی اشتیاق ایمانیش، اما قوت ایمانیش او را نگذاشت که تو چوب بوده باشه. رفت در مسجد الحرام با صراحت بلند گفت که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. امیره که گفت مورد شتم و زدن مردم قرار گرفت. مبارک را لط می کردن و می زدن و این کلمه را با تمام بلندیش از زبان خود بیرون می کرد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضا آمد به مردم گفت که اگر ای را بکشین از قبیله غفار است و تمام کاروانای تجارتی شما به قبیله غفار تیر می شود. در او صورت شما از مالتان را از دست میتین، تجارتتان را از دست میتین، بگذاری مردکه را چی میکنین؟ وقتی که ای را گفت حضرت ابوذر را اعلام میکند. وقتی که اعلامش کرد با تمام همون مشکل نزد رسول علیه السلام آمد، در حالی که خود پر بود. پیغمبر برش گفت که ما بر تو نگفتم که چون این کاری را نکن؟ و او گفت که یا رسول الله چیزی که من میخواستم الحمدلله گفتم. پیغمبر علیه السلام برش گفت که ابوذر به خانه‌ات برگرد. هرگاه ما قوی شدیم و نیرو پیدا کردیم بعد از او به ما بپیوند. و هنگامی که میرفت 3 کلمه را برش اعلام میکند، 3 دستور را برش میدهد، در حالی که 5مین نفر است که کلمه لا اله الا الله را به زبان آورده است. برش میفرماید اتق الله، از خدا بترس ابوذر، حیث ما کنت، هر جایی که هستی، در هر مکانی که هستی، پیش من که هستی از خدا بترس و در خانه‌ت هم که هستی از خدا بترس، در قدرت هم از خدا بترس، در ناتوانیت هم از خدا بترس، در فقرت هم از خدا بترس، در غنایت هم از خدا بترس، در جوانیت هم از خدا بترس، در سفیدیت هم از خدا بترس، در صحتت هم از خدا بترس، در مرضت هم از خدا بترس. اتق الله حیث ما کنت. دوم میگه و اتبع السیئه الحسنه تمحوها، پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار. تو معصوم نیستی، تو کسی هستی که از پیش غلط می شود، خطا میکنی، گناه میکنی، پس باید نیکی را فراموش نکنی، زیرا نیکی هاست که بدی ها را زائل میکند. بعد میگه و خالق الناس بخلق حسن، با مردم با اخلاق نیکو رفتار بکو، با اخلاق نیکو همراه زندگی بکو، دینت را در اخلاق با مردم معرفی بدار. این حدیث است که رسول ما صلی الله علیه و سلم در حالی که 5مین نفر است که مسلمان میشد برش میگوید. روزها تیر می شود، سالها تیر می شود. 20 روز پیش از وفاتش رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را برای مردی که به عنوان حاکم و قاضی
برای مردم یمن میفرسته. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه و ارضا این کلمات زیبا را برای انسانی که با قدرت دارد، نیرو دارد، توانمندی دارد، امر میتونه بکند، نهی میتونه بکند، با او هم میگوید که معاذ اتق الله، از خدا بترس. حیث ما کنت، هر جایی که هستی، اگر حاکم هستی، اگر بیچاره هستی، اگر پیش ما هستی، اگر از ما دور هستی، اتق الله، از خدا بترس. دوم ای که و اتبع السیئة الحسنه، پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار تا این نیکی های بدی ها را بزداید. و خالق الناس بخلق حسن، با مردم با اخلاق نیکو زندگی بکو. دین را در اخلاق به مردم معرفی بدار. عزیزایم، این دین ما که گسترش پیدا کرده است، این دین ما که توانایی از این را پیدا کرده است که مردم به او ملحق شدند، این کلش به اساس ارزش‌های اخلاقی است. شما باور بکنین که هنگامی که تاریخ را ورق بزنین، بعد میفهمین که مسلمان یعنی کی، مسلمان‌ها چگونه دین خود را تمثیل میکردند. آذربایجان امروز در اوجا حرکت اسلامی در اوجا پیش رفت، مجاهدین پیش رفتند تا ای که آذربایجان فتح کردند. هنگامی که فتح کردند، ماها گذشت، مردم آهسته آهسته دین را فهمیدند. وقتی که دین را فهمیدند، به حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا شکایت نامه خود را فرستادند و در اوجا تسجیل کرده بودند که ما تا جایی که دین را یاد گرفتیم، در این دین تجاوز نیست، در این دین حمله کردن نیست، در این دین اول دعوت است، در حالی که به ما کسی دعوت نداده است. اگر دعوت را کسی نپذیرفت، بعد از او باز جزیه است، در حالی که این پیام به ما داده نشده است. در مرحله سوم بعد از او انسان به شمشیر مجاهد روبرو می شود. در حالی که آذربایجان گرفتین و این مراحل را طی نکردین، حضرت عمر رضی الله عنه 6 نفر قضات را به خاطر از این مسئله با آذربایجان مفرسته. وقتی که تحقیق میکند، میفهمین که 6 قاضی چی گفتند. 6 قاضی فیصله کردند هر قدر مردمان از آذربایجان که کشته شدند، حکومت اسلامی مکلفیت از دیتش را بپردازد. هر قدر مال مردم که تلف شده است و یا نقصان دیده است از اینکه تنها دکانش بسته شده است، حکومت اسلامی مکلفیتش تاوانش بپردازد و عساکر حکومت اسلامی از آذربایجان عقب برآیند و از مردم معذرت بخواهد. هنگامی که این فیصله شد که دیگر مجاهدین نمیتونه به خاک آذربایجان داخل شود و آذربایجان ترک بکند، این قطعات عسکری مجاهدین وقتی که آذربایجان مبرآمدند و به مردم میگفتند که ما را ببخشین، معذرت میخواهیم، مردم اشکشان میآمد و میگفتند که ما آل شما را شناختیم که شما چی رقم مردم بودین، انگاه در جبهه قرار بگیرین، شجاعتی دارین که هیچ نیرویی نمیتونه با شما مقاومت بکند، ولی هنگامی که شب می شود با خدایتان چنان ارتباط دارین که انسان تعجب می کند و هنگامی که با شما کسی معامله می کند، در اوجا تعهد است، در اوجا اخلاق است، در اوجا ارزش است. این دین به اساس اخلاق پیش رفته است. پروردگار توفیق مزید عنایت بکنه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.